بسم الله الرحمن الرحیم. سوال و جواب را شروع کنیم نباشد. خواهر ریانه بفرمایید شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. معلومه من دو سوال دارم. مدتی 1 سال است که همین سوالا به شما پیشنهاد می‌کردم که گرش آیدی همین موضوع اگر اجازه بدید یک پیشنهادم بود. معلش بفرمایید. معلومه همین حاضر آیدی همین موضوع خبرکشی و فتنه اندازی گذاشته میشد که همین سوال و جواب رو اقلا هفته 1 مرتبه پس از درس تفسیری یا اینکه عقیده به ضبط شروع میکردید. همین خواهرانی که سوالهای خود را پیشنهاد میکنند عیناً همین حاضر شما گفتگی همین گپای کرده میگیرن، همین سوالای شما جوابای پیچی میکنن به گروه های اولادا و هر خیلی واتساپ ها میپرسن که انا فلانی این خیلی گفت چونانی مادرشه یا اینکه خوشدامنشه یا شوهرشه. این هم خیلی خبرکشی شده است. یعنی دیروز به نزدیکی در همین یک گروه همین خیلی شد مویا سوالی مویا هم خیلی پیشنهاد کردیم که این خیلی گفتم من این خیلی بودم. خواهرم اینجا نامتون پیشتر دیگر بود، از صداتون شناختم شما رو. خواهرم اینجا مشکلی در سوال جواب ما نیست، مشکلی در همون خبرکشا هست و باور کننده خبر است. اینجا مشکلی در سوال جواب هایی که اینجا صدایی می شود که مردم از اون استفاده می برند و ما هم خودمون دائمی می گویم که کسایی که نمی خواهید صداتون در اینجا پخش شود به ما سوال ندهید. در پیش از همه در سینگاپور ما می گویم و اینجا مشکلی در سوال و جواب های ما نیست. و درباره اینکه به کامera و به پخش در یوتیوب سوال جواب شود، الحمدلله گروه های درسی که هست در ما خواهرها بعد از درس دائمی سوال میدهند و به قدر توان من همیشه نوی به قدر توان در واتساپ و در تلگرام هم به سوالشون جواب میدهم. اما اینکه سوالی کسی رو گرفته به گروه میپرتون چیز دیگر میکنن، خبرکشا در همه کار این رو میکنن که این رو به درس ما رو رابطه دادن کار درست نیست. سوال دویمتان رو بگوید. معلمه همین چی نفرانی که به نماز جمعه می روند هر هفته لیکن نماز 5 وقته را نمی خوانند، همه ها خیلی مثلا مسلمان در گناه کبیره هستند. اینا در گناه کبیره هستند، برای اینکه تارک نماز است و در نزد جمهور علما اونهایی که نماز فرض رو یعنی 5 وقته رو ترک میکند از عرقخور و از زیناگر هم بدتر است. و حتی بین علما اختلاف است که این رو مسلمان گویم یا نگویم. سبحان الله. یعنی اینقدر مثلا یک آدم زیناگر رو مسلمان گویم یا نگویم، او مسلمان است مادامی که زنا رو حلال نمیداند. یک عرقخور رو مسلمان گویم یا نگویم، او مادامی که عرق رو حلال نمیگوید و من یعنی حرام باشدم میخورم به نفس خودم زوری کرده نمیتوانم میگوید، او مسلمان است. اما کسی که نماز 5 وقته رو نمیخواند، فقط یک بار جمعه میرود یا نماز جنازه میرود، این رو مسلمان گویم یا نگویم بین علما اختلاف است. بعضی میگن کلا کافر است، بعضی میگن نه مسلمان است اما در گناه کبیره دچار است که پناه به الله خیلی گناهش خطرناک است. مستز جان باز سوالی آخر معلمه همین مثلا دیدیم همین جایهای عموما تاجیکستان و میت وقتی که میشویم همون زنهایی که میت میشویم عموما مردهایی که همونها خداشون نماز نخوانن، همون غسلاشون چخیل میشه با شستن میت یعنی نماز خوان بودن حتمی نیست. خواهرم شوینده های میت پیش از همه باید از خش و تبار باشد. پیامبر رو هم مثلا عباس و حضرت علی اینها شسته بودن. شوینده های میت باید خش و تبار باشد و حتما اهلی مثلا امانت باشن که یگان عیب چیز دیدن نگوین. اما به نماز کسی رو شست این به مرده ضرر ندارد. زیتونه بفرمایید و یکم خواهر زیتونه شما بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و و علیکم برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. دو تا سوال داشتم. سوالم همین است که همه زنها ماشین های میکنن که شریعت درست باشد یا نه؟ درباره ماشینه کردن خواهرم در زمان پیامبر زنها اسب می نشستن، شتر می نشستن. پیامبر این را منع کردگی نیستن. پیامبر منع کردگی هستند به سفری دور بر آمدن زن رو. در یک حدیث مثلا یک شبانه روز آمدگی است، در یک حدیث مثلا 3 کیلومتر آمدگی است، در یک حدیث مثلا با برید مثلا حساب کنیم، در یک حدیث 3 شبانه روز آمدگی است که در مذهب حنفی هم 3 شبانه روز رو میگیرند و فقط حساب میکنند. در بعضیش 2 شبانه روز آمده است. پیامبر به اسب سوار شدن یا شتر سوار شدن رو برای زن من نکردن، به تنها سفر کردن رو من کردن. برای همین لجنه علمای عربستان سعودی هم 2009 خطا نکنم این رو من کرده بود و 2010 گشته اجازه داد برای زنها ماشین های کردن رو. و من پیشتر هم گفته بودم خواهرا که از تاکسی نشستن تنها به تنها، در مترو و در اتوبوس و در مثلا پویزهای رسیه بین انسانهای عرقخور و 1001 برهنه و چیز دیگر نشستن، یک زنی مسلمان در ماشین خودش از این طرف اون طرف رود اگر در امان تر است. در امان تر است. استاذه، من وقتی که یکم فرزندم را تولد کردم و در یک پلات با یک زن بودم، نمیدونم پنجکند بود یا که نمیدونم کجا بود. وقتی که می فرزند تولد میشد نافش غلطی نافش فرزند و من روی گرفتم در موسر پرتافتم. من گفت که ای تو چرا نافی کودک گفت موسر پرتافتی؟ و من گفتم آخر این ناف چی در کاره؟ هیچی در کار نیست. و گفت که این نه این کار ممکن نیست است، تو خیلی گناه میگیری، باید همون ناف میگرفتی میبردی در گوهره کودک نه یک جاش میبستگی. خواهرم این چیزی گفته استادگیتون فهمیدم. من فهمیدم سوالتون خواهرو، سوالتون فهمیدم خواهرو. ناف کودک، ناخن کودک، چیز دیگر کودک اگر به یعنی مستحبات نگاه کنیم باید گورانیده شود، گور کرده شود زیر خاک. هر چیزی که از جسم آدمی کنده می شود موی سر اینها گورانیده شود خوب است، یعنی زیر پا نمی شود. جسم انسان است، احترامش این است که زیر خاک شود. اما اینکه آن را به گهواره بند جای گرفتم اون چیز دیگر خیلی که الان گفتیم از خرافات های شرکی است. خواهر فرزانه بفرمایند. حسن و فرزانه شما بفرمایید. خواهر مسلمه بفرمایند. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد جان، همین برای همین چیزایی که ما قبول نمیکنیم یکم همین چیزایی میکنیم که وقتی که ما میگیم خدا برای از چیزایی که خونسو شنیدگیم میگویم در وقتی پیش چیزایی نگید بازی را همه برآوردگیم یک ممکن است بی‌سوادی ما باشه که در جوابی همه هیچ گفته نمیتونیم. یکم مثلا میگفتیم یکم چیزی میفهمم یکی میفهمم داریم همین حالت رو داره. خواهرم پیش از همه آدمای کلانه که ما بعضی چیزها رو میگویم نمیفهمن، اولا حتما برایشون یعنی موقع آنها رو باید فهمیم. برای اون که 70 سال شوروی کاری که در مثلا تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و این دولت‌های آسیای میانه مسلمان کرد، ما با این 10 سال و 12 سال کردن نمیتوانیم. اون تغییراتی که اون بدبخت‌های کافر کرد و متاسفانه حکومت‌های امروزه آسیای میانه هم هنوز از پی همون در بستن، همون راه هستن. خیلی مشکل است که ما یک آدمی 60 ساله و 70 ساله که او مثلا 30 سال در حکومت شوروی کلان شد، نه از قرآن خبر داشت و نه از حدیث، نه از توحید خبر داشت و مثلا نه از نمودهای شرک، مثلا از اصل شرک، یک باره او رو تغییر دیم. یعنی احوال آنها چی گویم، یعنی قلب ها و ذهن هایی که خیلی خیلی با اون کار کرد حکومت شوروی و شما همه میدونید که چقدر در مکتب جدی بودن آنها، در دانشگاه ها جدی بودن. مثلا تو پیانیر و کمسمول و چیزی دیگر گفته ذهنی آنها رو چقدر مثلا مجاهد یا گفتیم دیندارها رو بسمچی گفته نشان داده و نوروز و
8 مارت و سال نو اینها رو جاری کردن، ما اینها رو خصوصا با این شرایطی که حاضر هست که نمیمونند آزاد از قرآن و از سنت و از چیزی که از شریعت است گفته شود زود تغییر دهید و به آنها آهسته آهسته میفهمونید به قدر توانتون. فهمیدن که خوب است، نفهمیدن برایشان اینقدر حسرت نخورید، یعنی در حقشان دعا کنید. و من به یگان خواهری که مثلا 20 ساله و 30 ساله هستید یا 40 ساله هستید اصلا توصیه نمیدیم که با مادر 70 ساله خود، با عمه و خاله پیران سال خود در این موضوع تومن کنید. برایشان عذر دهید تا میتوانستگی حالتتان برایشان بفهمونید. نفهمیدن پناهشان به الله، فهمیدن که شما خیلی اجر زیاد میگیرید. آنها البته میگوین که این چیزها نبود چون که در حقیقت نبود، اما کاش آنها میفهمیدن که الان هست، الان درها باز شد، الحمدلله مردم سفر کردن، مثلا اینترنت هست، از طریق اینترنت با اهل علم پیوست میشویم، میشنویم چیزی دیگر. کاش این رو درک میکردن و کاش درک میکردن که امروزه اونهایی که گپ میزنن اونها از هوا گپ نمیزنن، از کتاب خونده شون گپ میزنن، از علم شنیده شون گپ میزنن. خواهر مهریه بفرمایید. خواهر مهریه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان امیدوارم که صحت سلامتی. الحمدلله بفرمایید. استاد جان خواهش داشتم یک سوال. بفرمایید. یک خواهش می‌خواستم که در حق یک گند دعا کنید در رادام است. باید فرزند تولد کند. الله برایشان آسان کند الها، برای تمام خواهرانی که در وضع هستند. ها دیگه خواهش این است که این خیلی معلومات درباره شما خونده می‌خواستم که یکم هستی درباره طالب علمتون آموزید تا اینکه برای ما عبرت و طالب علم ها یک در مشکلی زندگی ما دست نکشیم از این رو نبینیم که مشکلی خیلی در سر ما بسیار است و یک مشکلی حل کنیم بعد دوباره برای علم میرویم. خواهر مهریه درباره طالب علمی من در همون یک نشر کوتاه هم گفتم خواهرها به خاطر ریا نشدن و یک خود تعریف کنی نباشد اینقدر صحبت کردن رو دوست نمیدارم شخصا و کاش مادرم می بودن. مادرم کمی از این باخبر هستن یا اینکه شوهرم راضی میشتن از شوهرم میپرسیدید که این چگونه طالب علم بود. برای اینکه خواهرها من خودم شخصا بین شاگردهام امروزه بین شاگردهام شاگردی که با شوهرش جنگ میکند و از درسم میبراید، شاگردی که حامله هست و درس رو ترک میکند، شاگردی که مثلا کمی تهدید شنید و درس رو ترک میکند، شاگردی که من بیمار هستم گفت و درس رو ترک میکند، دویم باره به درس گرفتن یعنی تقریبا راضی نمیشوم. چرا؟ برای اون که وقتی که تو همین مشکلی ها رو مشکلی میدانی و درس رو ترک میکنی تو دیگر طالب علم نیستی و طالب علم شده هم نمیتوانی. هر یک راه یک آفت داشته باشد. حدیث پیامبر است که راه علم صدها آفت دارد، یعنی از گرسنگی تا بیماری تا تهدید از هر طرف تا مثلا بیماری فرزند یا گفتیم هزار و یک مشکلی کاغذ و چیزی دیگر، اینها همه در راه علم بود الحمدلله و حاضر هم هست. همون خود حاضر هم همین تا دین هم شاید نزدیکترین شاگردان میدانستند مشکلی که در سر ما بود یعنی خیلی خیلی مشکلی وزمین بود، یعنی در یک لحظه میتوانست همه جا تماما همه نقشه ها ویران شود و بدام افتیم که پروردگار مهربان خودش نگه داشت. برای هر خواهری که میگوید ما طالب علم هستیم و چیکار کنیم که دوام دهیم، مشکلی ها رو در راه علم مشکلی نگیرید. مرگ باشد، بیماری باشد، بیپولی باشد، تهدید باشد، حتی جنگ و جنجال خانوادگی باشد، نگذارید اینها پیش راه علم شما رو گیرند. این مشکلی ها می آیند و باز می روند، اما طلب علمی که شما به خاطر این مشکلی ها ترک کرده دویم باره نمی آید، دویم باره آن فرصت نمی آید، دویم باره آن راه را شما گرفته نمی توانید. برای همین شروع می کرده ها زیادند و آخر می رسانده ها خیلی کم هستند. خیلی کم هستند. چرا؟ چون مشکلی ها رو مشکلی می گیرند و کمترین مشکلی راه علم رو ترک می کنند. راه علم آسان نیست، اما شیرینی و برکت و اون یک عزت درونی که دارد در یگان چیز آن را گرفته نمی شود. یکی از
یعنی به ما استاد هم حساب میشوند. نزدیکان شوهرم بودن که میگویند من با همین خنبغلی، لیکن کتاب هایی که خوندم خنبغل هستم، اما کتاب هایی که خوندم طلب علم کردم، اگر به من یعنی یک انسانی خیلی ثروتمند از ماشین و از خانه و ثروتش رو دهد و گوید همون علم و همون سالهای خنبغلی طالب علمیت رو ده، من نمیدهم، برای اینکه لذتی که در این چیز من دارم من اصلا در اون مال دنیا و در اون قصر و در خانه های افته نمیتوانم. یعنی خوش به حالتون خواهرانی که راه طلب علم رو پیش میگیرید اما خالصانه به خاطر الله، نه شرف و عزت و چیز دیگر، و خوش به حالتون اگر مشکلی های دنیا شما رو از این راه باز ندارد. اما گفتید مشکلی فرزندم بیمار، من خودم بیمارم، چیز دیگر، شما دوام دادن نمیتوانید و ریا نشود. فقط به خاطر عبرت خواهران عزیز، من در مصر 5 بار فرزندم رو از دست داده بودم. 5 بار من در بیمارستان بدترین حالت که افتیده بودم. پس از 3 روز عمود خواندنم رو دوام داده بودم، نگفته بودم که من خوانده ایستادم، به خاطر همین نمیتوانم مادر شوم. برای همین پسری من تقریبا بعد از 5 سالی ازدواجم به دنیا آمده است. یعنی خیلی دیر فرزنددار شدم به خاطر اینکه زود فرزندم رو از دست میدادم. اما من طلب علم رو از دست ندادم و الحمدلله خداوند در این رو ثابت داشت. ام عبدالرحمن بفرمایند. سوال شما دیگرش هم بودن خواهر مهریه، بفرمایید. از جانب یک خواهر سوال بود که مسلمانی که در غیر از شهر مسلمان جان می‌گذارند آنها رو به وطنشون بردن شرط است و در این اسلام چی میگه؟ خواهر مهریه، همین یک مشکلی دیگری جامعه ما هست. خواهرها مثلا صحابه های بودن که بیرون از مکه بیرون از مدینه میمردن، آنها رو به مکه و به مدینه بر نمیگرداندن. مرده هر جای هم که هم گورانیده شود او رو اعمالش نجات میدهد، نه زمینی گورانده او. و یک پولهای خیلی خیلی کلان صرف میکنند برای مرده، مثلا از اروپا یا از حتی از مکه و مدینه بعضی مردهشون رو میبرند. گفته به من خبر شده بود که کاش اون رو به یک آدم زنده صرف میکردن که آدم زنده از اون فایده میگیرد، نه اون مرده. هم صرف و خراجات زیاده است، هم آزار اون جسم مرده هست. هر کجا مرد، خصوصا در مهاجرت، اگر به خاطر الله هجرت کرده باشد، بگذار در آنجا اجر هجرت رو بگیرد. مکه و مدینه زمین و آسمان فرق میکند، اما مرده پیامبر در مدینه است، نه در وطنشان در مکه. ام عبدالرحمن بفرمایید. ام عبدالرحمن هستن یا نیستن؟ ام عاصیه شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، خوب هستین؟ انشالله سلامتون است، ما بخیر باشیم. بفرمایید. استاد جان، از یک خواهر سوال هست که یک دقیقه خواهرم، یک دقیقه فرمایید سوالتون را. استاد جان، یعنی سوال کردن که یعنی باید مشروع از شما میرا پرسم، در حاجتخانه یکی گذاشتن خاکستر یا که پتفتن این درست باشد؟ بعد در همون جایی که مال نگاه می داشتن و همین حاجتخانه داشتن دیگر مصر رو هر چی را می پتفتن همونجا را می کنن، وقتی که پدر و مادر تا حال همینجا را همین نگاه می داشتن زمینه، بعد پسر کلام میشن در اونجا خونه می سوزن، چیز در اونجا هست اینه که می برورن خاکش هم می کنن، نه که پدر و مادر دلشون نمیشه که در اونجا رفت زندگی کنن. این یگان خاصیت دارد؟ نه یگان خاصیت ندارد. گفتیم که از خرافات ها هست که مثلا در آنجا یگان جن است چیز دیگر است میگن، در حالی که اونجا توزیع کرده شده است. اما خودی خواهرها جایهایی که پرتاب است، مثلا حاجتخانه، در حقیقت جای جن های چرکین است. برای همین پیامبر چی میگن پیش از حاجتخانه داخل شدن؟ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث گوید، یعنی به الله پناه برید از جن‌های چرکین زن و مرد. حاجتخانه جای چرکین است، در اونجا زیاد نشستن ممکن نیست و در اونجا مثلا گپ زدن عموما ممکن نیست، ولی حاجتخانه رو کلا از بین بردن، یا گفتیم عاقلخانه یا خانه‌ای که عاقلی که در آن حیوان ها هست کلا توزیع کردن، زمین هاش کندند و دیگر و یک زمین خوشرو شد در اونجا خانه انداختن. یگان خاصیتی بدی ندارد، یگان مشکلی ندارد. و یکم خواهر سفرزاده شما بفرمایید.
نیستن؟ گلسره شما؟ السلام عليكم أستاذة. علیکم السلام و رحمت الله. منطق سوال خواهر گلسره بده. خوبه انشالله استاذ جان. یک سوالم که اجازه باشد اگر یک زنی مسلمانی که مهاجر میشد به دولت روسیه میآید با اهل و عائله‌اش مدتی چند ساله زندگانی میکنن و کمپیر خی زن و شوهر روس را نگهبان میشوند. خلاصه که هر چیزی که ویها پرسند مثلا خونه تمیزکاری تا حتی از گوشت خوک خوراک پس گفتگیشونم اجرا کردگیان. اونا دنیا میگذرن و میراث به اینا میموند. آیا همین خونه که با اونا میراث موندگی همین چیز درست است یا حلال است؟ اگه بوکه ندارد مادامی که اون خشف تبورش طلب نمیکند و شما گیرد میگوید اگه بوکه نیست هدیه گرفتن از آن این رو میراث نمیگه چون که کافر از مسلمان مسلمان از کافر میراث نمیگیرد و اینها خشف تبور هم نیستن که میراث گویم. میراث یعنی اصطلاحش چیزی دیگر. اما همین چیزی مرا بعد از من تو گیر گفته باشد و او یگان فرزند خشف تبور نداشته باشد برای اینها یگان بوکه نیست گرفتنش. مقصد درباره گرفتن خانه باشد. اما وای خوک پختن و چیز دیگر اون گناه است، حرام است اون کاری کردهشون. اما این خانه یعنی مسئله دیگر است. اینجا دو چیز است. این خانه رو گیر اگر گفته باشد و خشف تبورش طلب نکرده باشد جایز است. اما اگر خشف تبورش باشد که ما میگیریم گوید و باید به خشف تبور وای داده شود همون کمپیر. بعد همین دولت روسیه با از 2-3 نفر زیاد فرزند داشته باشی بسیاری ها پاسابیا میگیرن. برای پاسابیا گرفتن باید که با دولت افیسیال کار کنی، یعنی دولتی که نالوگ سپاری. اکثریت همین آدما بسیاری ها نالوگ کار نمیکنن، افیسیالی ها سمازاینتیست همچون نالوگ شدگی هن فقط از خونه نمیبراین. از خونه نمیبراین با خلاصه که یک پدیز میشونن یکان کار میکنن و نالوگی گویا قلبکی میسپرن همین پول بعد حلال میشد که دولت خودش همین رو میداند. گلسره دولت این فریب رو خودش خیلی خوب میداند. یکم در شریعت اگر نالوگ گوید خواهر نالوگ در شریعت حرام است. چون که نالوگ به یگان چیز و دولت به تو هیچ کار نکرد تو به وی پول میدی برای خانه خودت، برای زیست خودت، برای ماشینت که خودت خریدی نالوگ میدی. نالوگ از روی شریعت چیزی حرام است. اما مجبوریم برای اینکه یعنی همین قانون رو این قانونگذارهای زمینی پیدا کردگی هستند. اما شما میگید آنها افیسیال کار نمیکنن چیزی دیگر. اما دولت خودش این رو خیلی خوب میدوند. خودش همین رو همین آدمای دولت تیار کرده میتید آن رو. جزاک الله خیر. و یکم خواهر سفرزاده شما بفرمایید. السلام علیکم استاده. یک چند سوال داشتم. علیکم السلام. یکم این که همین انتخابی شوهر تقدیر است یا انتخابی خودمان؟ باز یک دوگانه هم پرسان شده بود که اگر تمام چیز تقدیر شده باشد پس مقصدی به این دنیا آمدن ما در چیست؟ همین دو سوالتان. یکم درباره مسئله تقدیر خواهرم. تقدیر خودش از اسرار الله هست که آن را هیچ کس نمیداند. یگان کس تقدیر مسئلهش را نمیداند و از من و شما طلب شده است که ما عمل کنیم. از تقدیر نپرسیده. هر چی شد این تقدیر است. انتخاب شوهر هم تقدیر است هم انتخاب تو است. هم تقدیر است هم انتخاب تو است. برای همین وقتی به حضرت عمر میگویند که آیا از تقدیر میگریزیم، حضرت عمر میگویند با تقدیر الله از تقدیر از بلا میگریزیم. یعنی کسایی که و باید اینجا بگویم که اولین طایفه های گمراه در اسلام پیدا شدن آنهایی بودند که در مسئله تقدیر چقدر رفتن که اگر خداوند همه چیز رو خواسته باشد پس ما مجبوریم، ما هیچ کار کردن نمیتوانیم. بعضی گفتن نه، یعنی اینو جبریه فرقه. بعضی گفتن نه هیچ چیز تقدیر نیست، ما در همه چیز آزاد هستیم. عموما تقدیر رو انکار کردن. فرقه مثلا قدریه خداوند همه چیز رو تقدیر کرده است پیش از من و شما رو یا پیش از ببخشید تمام مخلوقات رو آفریدن. اما مقصد این نیست که تو همین خیلی نشینی و همه چیز تقدیر باشه چیکار کنم گویی. تو باید همون گونه‌ای که الله و سریعوا الی مغفرة من ربکم میگوید، یعنی بیشتابید. یا پیامبرت مثلا زن گرفتن فرزنددار شدن، یا مثلا برای
جنگ رفتن مثلا میخستند و جنگ آماده میشدند، شماره مثلا لشکرها رو که در کجا می ایستاد جابجا میکردن. انا همین گونه سبب ها رو پیش گیری، سبب ها رو پیش میگیریم، بقیه به ما چی میشود؟ این تقدیر است، این تقدیر است. تقدیر همه چیز اوره، تمامی تقدیر نوشته شده است، تقدیری خرد و بد. اما این معنیش این نیست که همه چیز تقدیر است ما چیکار کنیم. گفته تو شینی، تو از دستت می اومده رو بکن، همون گونه که الله به تو امر کرده است انجام بده، بقیه رو به تقدیر سپار. و بعضی تقدیرها مثلا اجباری هستند، مثلا تولد تو پدر و مادرت رو انتخاب نمیکنی، یا مثلا فرزند تو خودت پسر یا دختر رو انتخاب نمیکنی، یا جای شهر تولد شده تو مثلا به خود زبان به خود دولت انتخاب نمیکنی. اما در بعضی چیزها مانند انتخاب شوهر یا گفته مثلا هجرت کردن، این هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفور، و راه خوب یا راه بد رو انتخاب کردن الله برای تو آزادی هم داده است. باز یک سوال دیگر هم این بود که همین نماز تحفه رسول میگویند که بعد از نماز شام همچون سنت میخونن، همین گونه نماز وجود دارد؟ درباره‌اش یگان دلیل نیست خواهرم. درباره تحفه رسول یگان دلیل وجود ندارد، برای همین درست نیست نماز خواندن، برعکس بدعت است. خواهرها همینجا سوال جواب رو با آخر میرسانیم. الله نصیب کرده باشه روزی جمعه باز در صحبت هستیم. سبحانك اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.